هر یک خلق و ملت را سرچشمه معنوی می باید، زیرا به اغذای معنوی عقلها خیره می کردند و خیرگی عقل ملت را سوی زوال می برد. منبع اساسی معنوی البته کتاب است، اما جریان امروزی زندگی را به واسطه های اخبار عاموی نیست تصور کردن غیر امکان می باشد. شرایط کنونی تقاضا دارد که انسان هم قدم زمان گردد، از عالم و حوادث آن دائما خبردار باشد. گذشته از این سالهای آخر در مملکتمان دیگرگونی‌های عظیم رخ می‌دهند که از آنها بیخبر ماندن غایت غافلی است. ما تاجیکان ازبکستانی شکرگزاریم که در جمهوریمان روزنامه‌های تاجیکی نشر می‌شوند. یکی از آنها که حال حاضر یگانه روزنامه عمومی جمهوری است و با واسطه کوشش استاد صدرالدین عینی و همصفان او هنوز از سال 1924 تشکیل یافته بود، آواز تاجیک است. ما می‌دونیم که در تاریخ چگونه ژورنال و گازیت و دیگر نشریه‌ها بسیار مدت‌های کوتاه چاپ شدند و اما بسیار خوشبختانه و به بخت همه همزبان‌های ما، هم ملت‌های ما در ازبکستان این روزنامه تا 95 سال است که وجود دارد. برای همین من فکر میکنم که این یک مره است که در این 95 سال آواز تاجیک به این نوعیل گشته است و من به این مناسبت تمام هواداران خوانندگان آواز تاجیک تبریک میگم که هر یکتشان این روزنامه را به دست گرفته تا امروز بسیار از آنها صادق‌ترین خواننده های آواز تاجیک باقی ماندند. دیگر اینکه در این 95 سال فعالیت خود آواز تاجیک همیشه به شعار خود صادق مانده است. در این طول 10 ساله ها روزنامه همیشه هدایتگر و منادی دوستی و برادری مملکت ها و ملت ها را شعار اساسی خود انتخاب کرده است. برای همین بیهوده ما از شیخ سعدی شعاری که استاد شیخ سعدی گفته است بیهوده نگرفتیم، بنی آدم اعضای یکدیگرند. یعنی از بس که شعار آواز تاجیک همین است، ما همیشه همین شعار را رعایت کردیم و همیشه دوستی و صداقت به وطن، صداقت به ملت، صداقت به مدنیت، صداقت به دیار خود همیشه شعار اساسی و مندرجه اساسی آواز تاجیک را تشکیل کرده آمده است. این روزنامه راهی پرشرف را پسی سر نموده برای تشکل یافتن صنف ضیایی تاجیک، ژورنالیستیکی تاجیک در ازبکستان سهمی ارزنده دارد. آواز تاجیک برای هر یک تاجیک ازبکستانی باید مایه افتخار باشد، زیرا این روزنامه سرچشمه معنویت و معرفت تاجیک زبانان جمهوری ماست. عمر عینی از برای خلق صرف خامه شد. خلق ما را دفتر عینی شهادت نامه شد. شکرانه آن میگویم که در یک دولت صاحب استقلال حیات به سر میبریم. طی سال هاست که با روزنامه دوست داشته خود آواز تاجیک همه ساله نامنویس میگردیم. آخرهای سالهای 78 عصر گذشته این جانب همچون مشتری من به این روزنامه سر و کار دارم و پیوسته آن را مطالعه می نمایم. باعث خرسندی است که توسط این روزنامه پسندیده تمام موادهای درکاری که ضروری که بهر آموزگاران تاجیک جمهوری ازبکستان ضرور است با زبان مادری نشر می‌گردد و از نویگری و دستورهای متدی عاید تعلیم و تربیت اهل آموزگاران با خبر می‌گردند. در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطن دار است او، تا وطن دارد بسیار است او. ای همزبان، اگر واقعا خویش را بشناسی و ذره خودشناسی و خود آگاهی در نهادت فروزان باشد، پس خود را به کنار مگیر، همراز و هم نفس این روزنامه تاریخی باش. باید گفت که آواز تاجیک نخستین نشریه هست که زبان خویش را تاجیکی اعلان کرده بود و محض این نشریه با نفوذ و پیدایش و تشکل مطبوعات تاجیک اساس گذاشت. روزنامه اصالت زبان تاجیک را چون نعمت بی‌بها حفظ می نماید و برای انکشاف آن سهم می گذارد. کتابخوانی شغل دوست داشته انسان‌هایی است که در زندگی مقصد و مرام عمیق دارند، زیرا کتاب بهترین راهنماست. این را باید
همگان علل خصوص جوانان خوب درک سازند. برای این شب و روز باید ترغیب کتابخوانی کنیم. یکی از 5 تشبوس مهمی سرور دولتمان که امروز در جامعه راه اندازی می گردد محض کتابخوانی است. آموختن میراث گرانبهای علمی و ادبی، تاریخی، دینی نیاگانمان، پاس داشتن ارزش‌های ملی، مدنیمان و در روح وطن دوستی و خودشناسی تربیت نمودن جوانان مقصد اساسی به شمار می رود. کتاب منبع دانش، منبع عقل و فراسات است. از کتاب ما درباره حیات معلومات میگیریم. کتاب ما را به سوی خزینه علم راهنما می شود. ما بسیار خرسند هستیم، ممنون هستیم که در مملکتمان، در ازبکستان عزیزمان برای تمام خلق‌ها شرایط‌ها مساعد آمده است و اینچنین برای تاجیکان که امروز با زبان مادری خود تحصیل دارند، با زبان مادری خود می‌خوانند، کتاب‌های زیادی تاجیکی امروز نشر گردیده است. باید تاکید نماییم که امروز تمام مکتب‌های جمهوریتمان، قریب 300 عدد مکتبمان با زبان تاجیکی در آنجا تعلیم داده می‌شود و امروز زیاد از 80,000 نفر خوانندگان با زبان مادریشان تعلیم می‌گیرند. برای آنها را با کتاب‌های درسی و با کتاب‌های بدی تامین نمودن در مملکتمان کارهای زیادی عملی شده ایستاده است. خوشبختانه در 2 سال اخیر برای صنف‌های 10 و 11 تمام کتاب‌های درسی مهیا گردید. جامعه ما به جوانان صاحب معنویت والا نیاز دارند. شوق و رغبت زیاد به کتاب و کتابخوانی باعث این گونه معنویت می شود. کتاب منبع دانش است. بدون آموختن اثرها و اشعار شاعر و متفکران بزرگ، هیچ یک شخص صاحب معنویتی بلند شده نمی تواند. Biz nashriyotimiz 2019-yilning o'zida 20 xilga yaqin nomdagi qardosh adabiyotga oid kitoblar chop qilindi. Xususan tojik tilida bir qancha hikoyalar, romanlar, she'riy to'plamlar chop qilindi. O'zbekistonda salkam 300 ga yaqin tojik maktablari bor. Albatta bu ushbu maktablarni, o'rta maktablarni tugatgan yoshlarga ham, o'quvchilarga ham shu tilda o'qiydigan adabiy asarlar albatta juda qiziq. Balki mana shu ehtiyojlardan foyda bo'layotgan bo'lsa kerak. Masalan, biz shu oddiy nashriyotimizga ham bir qancha kitoblar chop qilishga uchun mualliflarning o'zi bevosita murojaat qiladi. Va bu jarayon ketyapti va nafaqat tojik tilidagi, boshqa tillardagi kitoblarni chop qilish ishlarida hech qanday bir monelik yo'q. خوب می‌دانیم که همه شاعران و متفکران بزرگ ما پیش از آنکه شهرت یابند اثر بزرگان پیشین را خوانده و آموختند. ما برای کتابخوان شدن نسل نورس اعتباری علاهده می‌دهیم. در مؤسسه‌های تعلیم همگانی خوانندگان را به کتابخوانی بیشتر جلب نماییم. درست است که در مکتب‌ها ترغیب و تشویق کتاب دوستداری و کتابخوانی در عهده آموزگاران می باشد. از روزی که محرر و معلم و مؤلف یک جای کار برند، باوریم هست که در آینده کتاب‌ها نغز چاپ میشوند. یعنی مضمونا زیبا میشوند. یا گذشته از این پیشتر همین خیلی بود که عائله، مکتب و محله عین همه چیز هم یک ثمره نغز داده بود. سالهای آخر همه چیز هم نغز شد که به واسطه معلم و ایجادکاری براه مانده شد. من خودم هم شخصا کتاب سیم هم از نشر برآمد. من از این خیلی خرسند هستم چون که به قربی به دستم رسید که من در آنجا گفتم که نام ما را از ازل بابای حکمت گفتند، قلب ما را از این سبب با دور حکمت سوختند. یعنی به واسطه ایجادکاری و مکتب و معارف و تعلیم من باورم هست که در آینده به پیشرفت کار شاگردان ثمر می‌بخشد. آموزگاران زبان و ادبیات، تاریخ، اساسهای معنویت و غایه استقلال ملی در رفت آموزش درس‌ها وابسته به موضوع خوانندگان را به خواندن این یا آن کتاب بدیعی و علمی و تاریخی ترغیب نمایند.
آموزگاران فنهای دیگر نیز از روی مسئولیت باید این گونه ترغیبات و تشویقات را البته براه مانند. با نشریات ها همکاری نموده در همین جریان قریب زیاد از 100 عدد کتاب ها را ما به چاپ تیار کردیم. در این قطار کتاب های ادبی و کتاب های علمی و متدی جای گرفتند. اثرهای 45 نفر ایجادکار ازبک، یعنی که از هر یک ایجادکار یک یا دو حکایه برای خوانندگان مکتب با نام خرمن سخن قسم اول این کتاب چاپ گردید. این از بهبودی آغاز می شود و تا امروز ادبیات ازبک را فرا می گیرد. دوستی خلق ها با دانستن ادبیات یکدیگر به ما راه می کشاید و باوری دارم که این دوستی ادبیات ها برای دوستی خلق ها، برای منبعدی آبادی وطن عزیزمان سهمی مناسب می گذارد. در زمان استقلالیت وطن محبوبمان به تربیت وارثان سزاوار اهمیت جدی داده شد. برای نورسان صاحب استعداد در امکانیت‌های بزرگ باز گردید. شکوربای هم یکی از چنین نورسانی با استعداد است که به ایجاد بدیعی مهری به اندازه دارد. اگر او بیشتر مطالعه نموده تجربه آموزد، ایجادکار خوب گردیده به قله مراد میرسد. وقتی که من کتابم برآوردم بردم همسیفانم تبریک کردن. تبریک همسیفانم خیلی خرسند شدم. کتاب برآوردم با یاری پدرم شد. در عائله خودش بابام پدرم بسیار کتاب میخونن. سبب همین است که به بابام پدرم همین یک شاگرد شده راه آن را دوام دهم گفته به ایجاد مشغول شدم. باز میخواهم که در آینده ایجاد را دوام دهم. با حکایه هم افسانه هم همین را دوزی نکردن، بسیارتر عادل شدن، مردانه تربیت کردن، به راه‌های نادرست نرفته به راه‌های درست رفتن. همین یک دولت ما را ازبکستان رواج دادن. همین را میخوام. آره، شکوربای با راهنمایی پدر و آموزگارانش شعر و حکایه ها نوشته به دنیای ادب راه پیش گرفته است. خواهان آنیم که به میدان ادب با قلم برایش استوار قدم گذارد. وقت‌های آخر در مملکتمان ترغیب کتاب و مدنیت کتابخانه اهمیت مهم را کسب می‌نماید. خصوصا من به تب رسیدن کتاب‌های تاجیکی سال‌های آخر در حیات معنوی ما، در حیات معنوی همه تاجیک زبانان نیز یک واقعی مهم می‌گردد. و نزدیکی در ناحیه سوخ ولایت فرغانه که من زاده همونجا می باشم 2 مگزین کتاب گشوده شد و در آنجا کتاب‌های تاجیکی قطار دیگر کتاب‌هایی که چاپ شدند به نظر می رسد. بسیار این پدیده خوب است. و باز دیروز از فرغانه خبر رساندن از دارالفنون فرغانه که مرکز اخبار کتابخانه همین دانشگاه از تعمیر برآورده و با 70,000 نمونه کتاب‌ها تامین گشته است. در قطار همان کتاب‌هایی که در اینجا هستند کتاب‌های تاجیکی نیز موجود می‌باشند. غیر از این من واقعی بسیار فرح بخش در شهر تاشکند به تب رسیدن کتاب‌های تاجیکی از طرف نشریات بیشتر از 100 کتاب با زبان تاجیکی نشر شد و پهن گشت. من از همین شرایط‌هایی که آفریده شدند برای ترغیب کتابی‌ها که چاپ اثرهای تاجیکی استفاده برده 2 کتاب شاعران تاجیک ازبک را به تاجیکی گرداندم. از جمله گلفشان اقبال میرزا و ستاره‌زار اتکر رحمت را که به مکتب‌های تاجیکی نیز پهن گشت. امید است از این هم بیشتر به ترغیب کتاب و از جمله کتاب‌های تاجیکی اعتبار پرزور می‌گردد و این البته به نفع رواج یافتن معنویت و مدنیت هر جانبه خلق ماست. اما برای بیدار نمودن شوق و ذوق نسبت به کتاب و کتابخانه در خوانندگان موقع و نقش کتابدار مکتب بی قیاس. متاسفانه در مکتب‌ها تا حال در این وظیفه شخصان غیر متخصص و تصادفی کار میبرند. کتابدار صاحب اختصاص که خود به همه کتاب‌های کتابخانه آشناست میتواند کتاب‌ها را به خوانندگان وابسته به سن و سال و درجه فهمش آنها توصیه نماید. همزمان بابت کتاب‌های شوق‌آور و خواندن باب در دل خوانندگان شوق و هوس بیدار می‌کند. آنگاه
نورسان ما وقتی خالی خود را به کتابخوانی صرف می کنند و به معنی گفته های مولانا جامی انیسی کنج تنهایی کتاب است، فروغی صبح دانایی کتاب است می رسند.